سلام و عرض ادب. اومدم با یه لایو کوتاه فوری که بهتون یه سری اطلاعات بدم. اگر شما خونه دار هستید، اگر معذوریت داری از خونه نمیتونی بری بیرون، اگر بچه کوچیک داری، اگر به هر دلیلی مدرکی که داشتی تو ایران رو نتونستی معادل کنی، اگر مهاجری و کار مناسب خودتو پیدا نکردی، اگر اصلا کار مناسب رو پیدا کردی ولی مطمئن نیستی که چه زمانی میتونی به بازنشستگی برسی، اگر به هر دلیلی به دلیل این گرونی های اخیر میبینی که خب خرج و دخلت به هم دیگه نمیخوره، میتونی از زمانهای به قول دوستان مرده و وقتهای میتونید به آسونی از خونه با همین لپتاپ با اینترنت خونگی برای خودتون آموزش ببینید، مهارت کسب کنید و پله پله پیش برید. سلام، هدا هستم، هدا اطاعتی از صوفیای بلغارستان و مدتی با کمپانی ژاپنی کار میکنم. یعنی در واقع من کار ادورتایز و تبلیغات این کمپانی رو انجام میدم. تنها نیستم، 230,000 نفر از سراسر دنیا دارن این کار رو انجام میدن، همگی از طریق لپتاپ با اینترنت خونگی و از زمانهایی که معمولا در روز پیش میاد. ما معمولا نیم ساعت یک ساعت در روز توی محیط سوشال مدیا میگردیم دنبال چیزای مختلف، مثلا تو اینستاگرام وقت میگذرونیم، تو فیسبوک، تو یوتیوب و اپلیکیشن های مختلف. حالا خیلی ها هستن که میگن بیشتر از یک ساعت ما وقت میگذرونیم. ما حالا میانگینشو میگیم که شما روزی یک ساعت اگر وقت توی سوشال مدیا میگذرونی میتونی ازش کسب درآمد بکنی. به چه صورت؟ به این صورت که شما تو سایت من www.hodaetaati.com ثبت نام میکنی. پس از ثبت نام و گرفتن اون وبینار رایگان اولیه وارد اون قسمتی میشی که فیسبوک من معرفی شده. از طریق فیسبوک میتونید فرند بشین با فیسبوک من و مبلغ $149 که با دادن کارت و اسم و اینجور مشخصاتتون اونجا ثبت میشه، شما به پیج VIP گروه VIP ما که گروه خصوصی تو فیسبوک هست معرفی میشه. پس از اینکه وارد گروه VIP ما شدین چه اتفاقی میفته؟ شما با همه پروداکت ها، تمام محصولاتی که این کمپانی ارائه میکنه، اسم کمپانی، آدمایی که با این کمپانی کار میکنن و انواع کارهایی که اونجا انجام میدیم و کلا یه مقدار زیادی واسهتون، یعنی تقریبا 35 تا 40 روز براتون هی تو ایمیلتون وبینارهای مختلف و اطلاعات زیادی میاد. اون اطلاعات رو پله پله نگاه میکنید و همینجوری یه سوالاتی براتون پیش میاد. سوالا رو من توصیه میکنم که بنویسید. اکثرا سوالا رو می‌نویسن و پس از گذر این زمانی که حالا دیگه رسیدن به این نتیجه که آقا این سوالای ما رو یه نفر باید جواب بده، اون زمان یه کوچینگ کال داریم. کوچینگ کال یعنی تو مدت 1 ماهی که دوره ترایال هستش یا دوره‌ای که تو گروه VIP هستین، شما سوالات زیادی براتون مطرح میشه، اونا رو نگه می‌دارید و یه کوچینگ کال دارین. کوچ کیه؟ من منتور کمپانی ژاپنی هستم. کوچ کسیه که سابقش از من بیشتره و به اون مرحله رسیده که تمام سوالات دوستانی که وارد میشن رو به واسطه تلفن، حالا اگر دوست داشته باشید تصویری، میتونید باهاش صحبت کنید. تمام سوالاتتون رو میپرسین، جواب سوالاتتون رو میگیرید و مطلع میشید که محصولات و نحوه ورود، پکیج های ورودی، خلاصه هر چی که دلتون میخواد بپرسین اونجا جوابشو میگیرید. بعد انتخاب میکنید که دوست دارین با چه پکیجی وارد شید. پکیج های ورودی یعنی گرفتن کد بیزنس آیدی یا فرانچایز این کمپانی از $3,000 تا $11,000 بستگی به کشورهایی که شما تو زندگی میکنید. مثلا توی آمریکا به دلار آمریکاست، تو کانادا به دلار کانادا، استرالیا، اروپا و یورو، خلاصه یه مقداری بالا پایین میشه. اینو حدودش من میگم $3,000 تا $12,000. به هر حال شما انتخاب میکنید مثلا با $3,000 وارد میشی یا با $11,000 وارد میشی. پس از اینکه انتخاب کردی
مدارکتو میفرستیم و کد بیزنس آیدی برای شما صادر میشه. البته یه سری فرم هایی هستش که مثلا فرم مالیات، فرم های مختلفه که ما اینجا تنظیم میکنیم و برای شما میفرستیم، شما امضا میکنیم، بعد من امضا میکنم، بعد میفرستیم به کمپانی مدارک شما رو چک میکنه و میبینه که مثلا بالای 18 سال هستی، اجازه کار داری و همه اینا رو چک میکنه، براتون کد بیزنس آیدی رو صادر میکنه. بعد از اینکه کد بیزنس آیدی صادر شد شما وارد میشید. حالا زمانی که وارد شدید یه سری ترینینگ براتون باز میشه، یعنی آموزش باز میشه. بعضیا میگن ما انگلیسیمون خوب نیست، اشکالی نداره، ما گروه فارسی زبان داریم و من منتور فارسی هستم. بعضیا میگن که ما کار سوشال مدیا نکردیم، آیتی بلد نیستیم، درسی که خوندیم مرتبط نبوده. همه اینها رو ما میدونیم و بهتون کمک میکنیم که شما به آسونی بتونید این مراحل رو بگذرونید. منتور شما با شما پله پله پیش میره تا شما اینها رو آموزش ببینی. ببین شما باید انقدر آموزش ببینی که خودت تبدیل به یه منتور بشی. تا زمانی که خودت تبدیل به یه منتور بشی، منتور در کنارتونه و اینها رو با خیال راحت به شما، یعنی خیالتون راحت باشه که به شما آموزش میده. به هر حال آموزش ها رو میبینید. بعضی از دوستان تو ماه اول، یعنی در حین آموزش دیدن، به درآمد میرسن. بعضیا مثلا تو ماه من خودم تو ماه 5 به درآمد رسیدم، بعضیا تو ماه 11 به درآمد میرسن. زمان درآمد یه چیز مشخصی نیست که من بگم مثلا یه نفر مغازه زده کی مشتری براش میاد، معلوم نیست. هر موقع که اومد شما به درآمد میرسی. ولی کلا اکثر آدمایی که اینجا اومدن میدونستن چی میخوان، میدونستن برای چی اومدن، آموزششون رو خوب گذروندن، کوچیبل بودن، یعنی حتما از این آموزش ها استفاده کنه، اکثرا به درآمد رسیدن و زود هنگام هم به درآمد رسیدن. به هر حال میخوام بهتون بگم که اینجا ما هر هفته 2 یا 3 تا زوم داریم که با گروه های مختلفی از دوستانی که تو آمریکا، استرالیا، کانادا، اروپا همه جا هستن با هم دیگه تبادل اطلاعات داریم، شیر میکنیم اتفاقاتی که افتاده. اینجوری ببینید شما وصلیم به یه گروه بزرگی که از سراسر دنیا دارن کار تبلیغات این کمپانی اصیل و خیلی پربرکت رو انجام میدن. و از طرف دیگه زمانی که اون پکیج رو گرفتین، شما انتخاب کردی با چی وارد میشی، مثلا 3000 تا یا 11000 تا، اون زمانم برای شما یه دونه محصول یا مثلا 3 تا محصول، 4 تا محصول، همونجوری که شما خودتون انتخاب میکنید چی دوست دارید، اون محصولات برای شما فرستاده میشه و در واقع شما دارین از اون محصولات استفاده میکنید. همونجوری که میگذره و آموزشاتون رو میبینید، از محصول هم دارین استفاده میکنید، محصول رو جسمتون تاثیر میذاره. اکثر محصولات برای سلامتی و زندگی با کیفیته. به کسایی که دیابت، فشار خون، کنسر، مشکلات پوستی، اگزما، ناراحتی های مختلف داشتن کمک کرده. حتی اگر سالم هستید هم کمک میکنه که به این مریضی ها دچار نشید. به هر حال شما دارین از اون محصول هم استفاده میکنین. از این ور که دارین درآمد دارین، از اون ور دارین با گروه بزرگی تعامل دارین و محصول هم دارین استفاده میکنین. یعنی از هر 3 جهت دارید ارتقا پیدا میکنید و رشد میکنید. در حینی که دارین شما با این آموزش ها پیش میرین، متوجه میشین شما چقدر توانایی داشتید، چقدر خلاقیت داشتید، چقدر بلد بودید، چه چیزایی میدونستید، چقدر در نهادتون اطلاعات و ابتکاراتی بوده که هیچ وقت ازش خبر نداشتی و به تبلور میرسه اینا و واقعا باعث حال خوب، باعث روحیه بهتر میشه. من خدا رو شکر تو این 1 سال خورده‌ایه که دارم کار میکنم بسیار خوشحالم از اینکه این بیزنس رو پیدا کردم. ببین شما یه سرچ کنید تو اینترنت، بیزنس های مختلفی میاد که از سراسر دنیا میتونی باهاش کار کنی. حالا اصلا میتونی بری مثلا تو یوتیوب یه سری آموزش ببینی، این آموزش ها رو بیای استفاده کنی و مثلا کار افیلیت بکنی، یعنی خودت از خونه کار کنی. ولی اون کارها در واقع همشون برای 1 سنت و 5 سنت و $1 و $5 و $10، ولی کامیشن های ما اینجا بسیار عالیه
خیلی منصفانه است. بعد محصولات چون های تیکته، کامیشن ها خیلی مبلغش بالاست، یعنی شما خیلی به آسونی به درآمدهای 5 رقمی 6 رقمی میرسی. میگم آسونی نه که روز اول شما دوره ها تو میگذرونی، ولی معمولا دوستان از 3 سال تا 5 سال به این درآمدهای 5-6 رقمی رسیدن. حالا شما هم میرسی انشالله، نهایت 5 سال هم نشد 6 سال، ولی به هر حال میرسی. خیلی زودتر از کاری که فعلیته و الان داری انجام میدی به درآمد بازنشستگی میرسی. اینو دوستان اسمشو میذارن بازنشستگی، در واقع بازنشستگی نیست، پسیو اینکامه یا همون سود سهامه، یا یه جورایی با کمپانی داری کار میکنی بابت انرژی که خرج کردی. این انرژی که فعالیتی که کردی، انرژی که گذاشتی، به شما اینو به عنوان درآمد ماهیانه به دلار آمریکا میدن. کنارش هم داری کار خودتو انجام میدی، بیزنس خودتو داری پیش میبری و کامیشن ها تو میگیری. خلاصه میخواستم بگم اگر دنبال کار هستی، اگر میخوای که از خونه کار کنی، اگر میخوای یه درآمد اضافی داشته باشی، اگر که خسته شدی از کاری که الان انجام میدی، بیا این کار ما رو امتحان کن. تو سایت من www.hodaytoati.com ثبت نام کن. من هدای طاعتی هستم از صوفیه بلغارستان. خوشحال میشم که بهت کمک کنم، چطور که به خیلیا کمک کردم که به مرحله عالی برسم، به تو هم کمک میکنم پله پله با هم دیگه پیش بریم. اگه سوالی داشتی حتما دایرکت برام سوالتو بفرست که تو لایو بعدی حتما جواب سوالتو بدم. خوشحال میشم تک تک شماها رو توی گروه خودم ببینمتون. تا یه لایو دیگه، خدا نگهدار.